از نوزاد انتظار نداریم که قوه تشخیص داشته باشه، اما از بزرگسالان انتظار داریم قوه تشخیص بالایی داشته باشن. هرچه بیشتر کامل میشیم، از ما انتظار میره که بهتر تشخیص بدیم. اگر کسی به شما راهنمایی کرده یا شغلی به شما پیشنهاد شده، درون خودتون رو جستجو کنید. ببینید آیا اون راهنمایی، اون مطلب، اون شغل به شما احساس خوبی داده یا نه. در روزنامه خوندم که مردی از مشتریاش اختلاس کرده بود. پس از مدتی همه اون افراد به این تشخیص رسیدن که این مرد کلاهبرداره و نباید به اون اعتماد کنن و همه کارهای اون براشون نادرست بود. قوه تشخیص به ما این درک رو میده که احساس خوشایندی به فرد یا ایده‌ای داریم یا نه. بعضیا میگن تشخیص دادن این که دیگری کلاهبرداره و باید ازش دوری کنیم نوعی قضاوته. اونا خیال میکنن باید هر کسی رو در زندگیشون یا در کسب و کارشون بپذیرن. اما اینطور نیست. ما به اینجا اومدیم تا تشخیص بدیم آیا انرژی اون فرد به عنوان دوست، درمانگر، همسایه حس درستی به من میده؟ آیا حس میکنید شریک تجاری شما از ایده هاتون حمایت میکنه؟ آیا از اینکه با اون شخص قرار ملاقات بگذارید احساس آسودگی میکنید؟ این حق شماست که تصمیم بگیرید چه کسی رو به زندگیتون راه بدید. نه گفتن به هیچ وجه رفتار قضاوتگرانه نیست، بلکه یک نوع تشخیصه. اگر دوستای شما میخوان به دیدن فیلمی برن، قوه تشخیص به شما میگه که شما هم میرید یا نه و همینطور باید تشخیص بدید آیا اونا به عنوان دوست با شما هماهنگ و همساز هستن یا نه، یا شما میخواید با اونا روابط دوستانه داشته باشید. آیا آماده هستین که متفاوت باشید و به اونچه که حس می‌کنید درسته پایبند بمونید؟ برای یک مورچه، تکه‌ای کاغذی که روی میز قرار داره ممکنه صحرایی وسیع به نظر بیاد و برای انسان شاید یک سند مهم باشه. برای یک فضانورد که همیشه به اموری بسیار مهم نظر داره اصلاً به چشم نمیاد. همه این اشخاص از دیدگاه خودشون درست عمل میکنن. بعضی وقتا حرف چند نفر رو میشنویم و نمیدونیم کدومشون درست میگن. این مثل آزمون قوه تشخیص ماست. اگر پی ببریم کی درست میگه، یعنی در این آزمایش موفق بودیم. باید آرام باشیم و به ندای درونی خودمون گوش کنیم و اون چیزی رو که با ما هم نواست بپذیریم و قبول کنیم و به خاطر اینکه بعضی چیزا درست نیستن نباید همه چیز رو دور بریزیم و به همه بی‌اعتماد باشیم. هیچ کس نمیتونه طی زمانی که زندگیش رو سپری میکنه همه ی حقیقت زندگی رو بفهمه. فقط خالق هستیه که همه ی حقیقت ها رو میدونه. با این همه پذیرا و گشوده بمونید و بذارید شهودتون شما رو هدایت کنه.